سلام امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. به کانال من یعنی غزاله خوش اومدین. میخوایم بریم با هم دیگه توی این سری از ویدیوها 10 تا کلمه جدید انگلیسی رو یاد بگیریم، براشون مثال بزنیم و همینطور معنی اونا رو به انگلیسی یاد بگیریم. اینجوری همیشه توی ذهنمون خیلی خوب میمونه. خب بزنید بریم، ولی قبلش میخوایم با هم دیگه یه جمله قشنگ بخونیم. The way to get started is to quit talking and begin doing. یعنی چی؟ یعنی اینکه راه برای شروع کردن اینه که ما از صحبت کردن خارج بشیم، کنار بذاریم صحبت کردن رو و شروع کنیم به انجام دادن. از والت دیزنی. خب همین الان 10 تا کلمه جدید یاد میگیریم. شروع میکنیم به انجام دادن یک کار. Afraid. When someone is afraid, they feel fear. خب اینجا afraid به معنای در واقع ترسیده شده، در واقع کسی که ترسیده. وقتی کسی ترسیده they feel fear، میگه که در واقع اونا احساس ترس میکنه. وقتی شما میخواین بگین احساس ترس باید بگین که they feel fear، احساس ترسو. ولی وقتی میخوایم بگین که کسی از چیزی ترسیده، مثل این توی مثال ما که الان میخونم afraid of، ترسیده از. She ran because she was afraid of him. اون دوید چون او ترسیده بود از او. حالا اون در واقع اینجا به مرد اشاره داره یا به یک جنس مذکری. She ran because she was afraid of him. خب agree. To agree is to say yes or think the same way. To agree به معنای در واقع موافق بودن هست. به معنای اینکه در واقع شما به این که to agree is to say yes، یعنی در واقع بله بگین، بله موافق باشین، یا اینکه به این معنی هست که در واقع مثل همدیگه فکر بکنید، یک خط فکری داشته باشین، agree باشین، موافق باشین با همدیگه. My mother is great at getting someone to agree. حالا getting agree اینجا در واقع get agree به معنای موافق کردن هست. میگه که my mother is great، مادر من عالیه توی در واقع موافق کردن کسی، یعنی که سعی میتونه موافق بکنه و در واقع یه کاری کنه که مثل هم فکر بکنن و در واقع نظر طرف مقابل رو مثبت بکنه. Angry. When someone is angry, they may want to speak loudly or fight. وقتی کسی در واقع angry هست، angry اینجا به معنای عصبانی. They may want to speak loudly or fight. وقتی کسی angry هست در واقع امکان داره که بخواد با صدای بلند صحبت بکنه یا بجنگه. در واقع اون آدمایی که میگیم که when someone is angry، اونا میخوان، ممکنه که اونا بخوان که با صدای بلند صحبت بکنن یا بجنگن یا در واقع دعوا بکنن. You know I never get angry. تو میدونی من هیچ وقت عصبانی نمیشم. Get angry در واقع مثل getting agree اونجا دیدیم، موافق کردن، اینجا عصبانی کردن معنی میده. Arrive. To arrive is to get to or reach some place. در واقع اینا همه این فعل هایی که اینجا به کار برده همه در واقع هم معنی هستن. To arrive در واقع یعنی رسیدن. To get to یا اینکه or reach some place. فقط reach بعدش to استفاده نباید بکنید، باید بگین reach some place. To get to some place. To arrive is to get to or reach some place. حالا اینجا یه دونه مثال داریم. Trains arrive here from all over. میگه که قطارها میرسند اینجا از در واقع همه جا، یعنی میخواد بگه که مقصد نهایی این ترین ها همه به اینجا ختم میشه. Attack. To attack is to try to fight or to hurt.
Our shields cannot handle another attack. خب اینجا to attack is to try to fight or to hurt. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع اتک کردن به معنی اینکه سعی به انجام در واقع سعی به جنگ و دعوا و در واقع آسیب رسوندن هست. در واقع معنی دقیقش رو بخوایم بگیم میشه حمله کردن. و اینجا یک مثال داریم. حالا این یک فعل میتونه باشه و یا یک اسم. مثلا اینجا attack someone یعنی که ما در واقع حمله به کسی کردن. to attack someone is در واقع به این معنیه که ما آسیب برسونیم و جنگ بکنیم با کسی. ولی میتونه مثل اسم هم به کار برده بشه، مثل این مثال Our shields cannot handle another attack. در واقع میگه که سپرهای ما نمیتونن تحمل بکنن یک حمله دیگه ایو. Bottom. The bottom as the lowest part. اینجا میگه که در واقع the bottom is هستش پایین ترین قسمت. یعنی در واقع ته هر چیزی رو میگن the bottom. اون قسمت پایینی شد. پایین ترین سطحش شد. The bottom of my shoe has a hole in it. میگه که در واقع ته کفش من the bottom of my shoe has a hole in it. ته کفش من در واقع یک hole، یک سوراخ در واقع داره، تهش هست. lowest part هم در واقع به پایین ترین قسمت گفته میشه. clever. When someone is clever they can solve a hard puzzle or problem. در واقع وقتی کسی در واقع clever هست میگن که اونا میتونن حل بکنن یک پازل سخت رو یا یک در واقع مشکل رو میتونن حل بکنن. You're a clever boy. میگه که تو یک پسر clever هستی. یعنی چی؟ یعنی یک پسر باهوش هستی. I'm sure you'll figure it out. یعنی چی؟ یعنی من مطمئنم تو ازش سر در خواهی آورد، تو خواهی فهمید، تو در واقع یعنی آخرش موفق میشی این کار انجام بدی. You'll figure it out. Cool. When someone is cool, they do bad things to hurt others. وقتی کسی cool هست در واقع میتونیم بگیم بدجنس یه همچین چیزی. They do bad things to hurt others. اونا کار بدی میکنن واسه اینکه به بقیه آسیب بزنن. It is cool to treat them as pets. میگه که این خیلی در واقع بدجنسیه که در واقع رفتار بشه با اونا مثل در واقع حیوانای خونگی، مثل حیوان، مثل pet. Finally. If something happens finally, it happens after a long time or at the end. وقتی چیزی اتفاق میفته finally، وقتی چیزی آخرش اتفاق میفته، در واقع اتفاق میفته بعد از یک مدت طولانی یا اینکه در واقع در آخرش اتفاق افتاده، یعنی در واقع به نتیجه رسیده آخر. و میگن که and he finally solved the problem. یعنی میگه که و آخرش یعنی at the end اون در واقع مشکل رو حل کرد. یا at the end و یا after a long time. Hide. To hide is to try not to let others see you. To hide is to try not to let others see you. So اینجا میگیم که در واقع hide کردن to hide به معنی این هست که مخفی بکنی، در واقع ترای بکنی که سعی بکنی که اجازه به بقیه ندی. not to let others اجازه بدی بقیه. not to let others به بقیه اجازه ندی تو رو ببینن. یعنی وقتی که مثلا من میرم هاید میشم، قایم میشم، مخفی میشم، یعنی اینکه دارم یه چیزی کار میکنم که بقیه نبینن منو.
اینجا people hide themselves behind their faces. یعنی چی؟ یعنی که مردم مخفی میکنن خودشون رو themselves، خودشون رو پشت در واقع صورتهاشون. یعنی در واقع صورتشون مثل اینکه نمیخوان بقیه بفهمن درونشون چی میگذره. خب این 10 تا کلمه هم به پایان رسید، ولی قبلش میخوایم بریم با همدیگه، قبل اینکه ویدیو تموم بشه میخوایم بریم با همدیگه این 10 تا کلمه رو یک بار در واقع فقط معنی انگلیسیشون رو با همدیگه تکرار بکنیم تا بهتر روی ذهنمون بشینه. شما هم بعد من میتونید حتما تکرار بکنید. Afraid. When someone is afraid, they feel fear. Agree. To agree is to say yes or think the same way. Angry. When someone is angry, they may want to speak loudly or fight. Arrive. To arrive is to get to or reach someplace. Attack. To attack is to try to fight or to hurt. Bottom. The bottom is the lowest part. Clever. When someone is clever, they can solve a hard puzzle or problem. When someone is cruel, they do bad things to hurt others. If something happens finally, it happens after a long time or at the end. To hide is to try not to let others see you. خب به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که حتما مورد استفادهتون قرار بگیره. یادتون نره حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و در واقع یعنی هم سابسکرایب بکنید و هم لایک بکنید. مرسی، ممنونم که ازتون ویدیو رو نگاه کردین. خداحافظ.